بختاور مرادزاده نام جوان زاده تاجیکستان به کشتار یک سیاه از روسیه در کورورت یا آسایشگاه مشهور پوکت در کشور تایلند در جنوب شرقی آسیا عیبدار می شود. در این باره روز 14 مارس سال 2024 تلگرام کانال روسی شد خبر داد. بنا به اطلاع این کانال شهروند 41 ساله روسیه ارتور میخاتریان را در داخل یک خانه که صاحبانش آن را به مکان کشت بانکدانه تبدیل داده بودند بیرحمانه با چند ضرب کرد کشتند، ولی نفر متهم به این کشتار توانسته است که شب 12 به 13 مارس از تایلند به استانبول فرار کند. درباره اینکه آیا بختاور مرادزاده بعدا از استانبول به کجا فرار کرده باشد خبری در دست نیست. بنا به اطلاع شد پلیس جزیره پوکت جسد به خون آغشته شهروند روسی ارتور میخاتریان را با علامت‌های یقینا مرگ مجبوری در خانه پیدا کرده است که همچون مکان پرورش و فروش بانکدانه استفاده میشد. شد جریان حادثه را چنین به قلم داده است: دوست دختر مرد کشته شده هنوز چند روز قبل درباره گم شدن او بانگ اضطراب زده است. او به شرکت ماشین‌های اجاره که ارتور دفعه آخر از این شرکت یک ماشین تمغه خونده را به اجاره گرفته بود و در شرکت به دختر با برنامه GPS آخرین مکان است ماشین را نشان دادند. این زن به یک خانه دو قبطه به محله چلگان آورده است. دختر کوشش کرده است که به خانه درآید ولی همه درهایش محکم بودند. او به پلیس خبر می‌دهد و کارمندان پلیس در خانه را گشوده در داخلش محتوای زیاد بانکدانه را پیدا کردند. همچنین در قبط یکم بنا در روی فرش جسد شهروند روسیه را با زخم‌های زیاد کرد پیدا کردند. یکی از ضربه‌های کرد به گردن او زده شده بود. پلیس بر این نظر است که قبل از کشتار بین این مرد و قاتلش زنازنی شده است. بنا به اطلاع این تلگرام کانال در این جنایت شهروند تاجیکستان بختاور مرادزاده گمانبر دانسته می شود، ولی او الکی توانسته شب 12 و 13 مارس سال 2024 تایلند را ترک کرده به استانبول پرواز کند. همچنین معلوم شده است که این خانه را به نام یک زن ساکن تایلند برای دفتر یک شرکت سیاحی به اجاره گرفته بودند. تفصیلات دیگر حادثه معلوم نیست. این هم معلوم نیست که آیا شهروند تاجیکستان بختاور مرادزاده در آن خانه کار میکرد و اگر ها چه کار میکرد و آیا آن سیاه از روسیه با چه مقصد به سراغ مرگش به آن سراغ آمده بود. قرار معلوم شماره زیاد سیاحان به تایلند نه فقط برای استراحت در لب بحر بلکه برای چشیدن باز دیگر ناز و نعمت‌های این سرزمین از جمله برای چشیدن مواد مخدر میروند. تایلند همچنین سیاحان را با فاحشه‌خانه‌های گوناگونش جلب می‌کند. خود بختاور مرادزاده و نزدیکانش تا حال برای شر قضیه دسترس نیستند.